درود رفقا، خوش اومدید به یه قسمت دیگه از مانهوای بازگشت فرقه کوه هوا. رفقا اینو دقت کنید که وسط ویدیو فصل دوم تموم میشه و میریم برای شروع فصل سوم. منتها فصل سوم چپترهای زیادی ازش نیومده، پس به علاوه این قسمت بعدی که میاد میریم واسه پخش هفتگی و هر وقت چپترهای جدیدی ازش بیاد همون موقع براتون ویدیوش میکنم و آپلود میکنم که ازش لذت ببرید. پس قبل از شروع ویدیو لایک یادتون نره و همین الان که دارین نگاه میکنید 2 تا کامنت این پایین بذارید، یکیش فارسی باشه و یکیش انگلیسی که میتونه کمک بسیار مهمی به چنل بکنه. اونایی هم که انگلیسی نوشتن براشون سخته 2 تا 3 تا کامنت فارسی بذارن کارو جمع میکنه. دمتون گرم. حالا در ادامه داستان برمیگردیم به جایی که چومین و بقیه داشتن از گوانگ برای راه و مسیر کمک میگرفتن. همه کاخها و منطقه جنوبی فقط زیر سلطه کاخ حیوانات یانان نیستن و اینکه یادتون باشه رهبرشون فقط با ناحیه مرکزی رابطه خوبی داره و از حکومت‌های حومه سرزمینش متنفره. پس سعی کنید با کاخ حیوانات جنوبی در نیفتید. و در آخر به بچه‌ها گفت در موردشون به انجمن صلح قبیله تانگ خبر داده، وقتی برسن اونجا همراهیشون میکنن. بعدم با لبخند گفت سفر خوبی داشته باشید، امیدوارم با دستای پر ببینمتون. ناگهان چشم چومین به سوسو افتاد. سفرتون به سلامت آقای چومین، وقتی برگردید با هم مسیر میشیم. چومین واقعا دلش نمیخواست مسئولیت سوسو رو قبول کنه. سوسو هم متوجه شد. این قیافه رو به خودت نگیر، ما الان به حدی نزدیکیم که میتونیم از یه بشقاب غذا بخوریم. و بعد دستشو برای دست دادن سمت چومین دراز کرد، ولی پدرش دستشو رد کرد و بهش تذکر داد. سوسو، تو نباید با ارشدات خودمونی صحبت کنی. اگه میخوای یه شاگرد باشی پس باید خودتو از جایگاه شاهدخت بیاری پایین. حالا بگو ببینم قصد چیه؟ میخوای شاهدخت قبیله تانگ باشی یا یه شاگرد کوه هوا؟ سوسو بلافاصله لحنش رو اصلاح کرد. لطفاً به سلامت برگردید ارشدهای گرامی. چومین میدونست وقتی سوسو تمرینات مقدماتی رو بگذرونه خودش خود به خود این چیزا رو یاد میگیره، ولی اینکه باباش جلوی همه سرزنشش کرد تا آداب معاشرت یاد بگیره نشون میده چقدر این پدر برای دخترش ارزش قائله. گوانگ به عنوان نصیحت آخر گفت اگه بخواید از خود جاده یانان برید کلی طول میکشه، چون از اونجا نگهداری نکردن. میانبرها رو امتحان کنید. ولی خب واسه بچه ها هر چقدر طول میکشید مهم نبود، مهم این بود که اونجا کارهای مهمی واسه انجام دادن داشتن. برای آخرین بار از رهبر قبیله تشکر کردن و گوانگ هم اونا رو به سلامت راهی کرد. چند ثانیه بعد سوسو دوید سمتشون. صبر کنید. همه حسابی تعجب کردن. یو پرسید پشیمون شدی نه؟ سوسو با دست پاچکی گفت نه. یهو یو بهش لبخند زد و گفت پس تو فرقه کوهستان هوا میبینمت. این حرکت از چشم بایک دور نموند، مثل اینکه نگران بودی بینمون شاگرد دختر دیگه ای نیست و فکر کنم این شاگرد جدید رو دوست داری. ولی باید بگم من یکم در موردش نگرانم. سر و کله زدن با آدمای قبیله تانگ کار سختیه. مثل اینکه حدس بایک در مورد اینکه یو سوسو رو دوست داره درست بود. یو گفت آی بچه، همه شاگردای قبیله کوهستان با هم برابرن، هیچ کس اینجا نباید گستاخی کنه. حالا همینطور که گوانگ و سوسو دور شدن چومین و شاگردا رو نگاه میکردن سوسو پرسید پدر همه آدمای مرکزی مثل اونن؟ گوانگ گفت معلومه که نه دخترم، فکر نمی کنم تو کره زمین آدمای زیادی مثل اونا وجود داشته باشه. تو هم بینشون نهایت تلاشتو بکن. اونا به زودی وقتی بالغ بشن تو ناحیه مرکزی گرد و خاک به پا میکنن. الانم بیا بریم تو و از وقتی که بین خودمون مونده استفاده کنیم. وقتی به قبیله کوهستان برسی به اندازه کافی میبینی چه جورین. گوانگ این حرفا رو زد و برای آخرین بار به دور شدن دوستای جدیدش نگاه کرد. خدا حافظ دوستای من. بچه ها وقتی به ایستگاه انجمن صلح رسیدن درست همونطور که گوانگ توضیح داد مردی به اسم گواک اونا رو شناخت و با چند دست لباس اومد سمتشون. سلام، لطفاً لباسای انجمن صلح رو بپوشید، چون اگه با لباسای عادی وارد یانان بشید جنجال به پا میشه. همونطور که باید از قبل بدونید
یانان یه مکان خطرناکه و تقریبا هیچ کس بدون مجوز به عنوان انسان عادی اجازه بازدید از اون مکان رو نداره. بایک تشکر کرد. فهمیدم آقا، الان انجام میشه. لباسا رو پوشیدن و با درشکه راه افتادن. در طی مسیر بچه‌ها از گواک سوالهای مختلفی در مورد یانان میکردن. به نظر میومد یانان منطقه خیلی سختگیریه. گواک سعی کرد همه سوالا رو جواب بده. ببینید توی اون مکان نفوذی‌های زیادی وجود داره و کلاً اونا آدمای سختگیری هستن که تصمیم گرفتن تو همچین ناحیه مرکزی پرچالشی زندگی کنن. بعدم چون کسی حواسش به این جهان نیست، همه سلطه‌گرانه عمل میکنن. بایک دوباره پرسید دلیل اصلی که ناحیه‌های این قسمت رو مدیریت نمی‌کنن چیه؟ گواک جواب داد مبارزه با کاخ حیوانات جنوبی خیلی پردردسره و هزینه داره. این وضعیت برای تاجرها خوب نیست و برای حاکما هم سودی نداره. بعد بحث رو عوض کرد. ازتون تمنا میکنم که لو نرید که عضو انجمن صلح نیستید، وگرنه اونا دیگه با قبیله ما تجارت نمیکنن و درگیری پیش میاد. یون جونگ و بایک شروع به نقد کردن. به نظر میرسید یانان نفوذی‌های زیادی بیشتری از قبیله تنگ داره. شاید دلیلش این بود که اونا یه فرقه رسمی بودن و مثل قبیله تنگ در سیچوان یه قبیله نبودن و هویتی نداشتن. ولی برای چومین هیچ کدوم از اینا مهم نبود. پس کی میرسیم؟ آفتاب داره غروب میکنه و هنوزم تو سیچوانیم. این دیگه چه سرعت مسخره‌ایه؟ گواک گفت آقا جاده هموار نیست، به خاطر همین نمیتونیم سرعتمون رو بالا ببریم. مقامات با آسفالت این جاده هیچ اهمیتی نمیدن. همونطور که به دوستتون گفتم ترجیح میدن با گروه‌های خلافکار و کاخ حیوانات روبرو نشن. به خاطر همینه حتی روی نقشه اینجا یه منطقه مرزی بین یوان و سیچوانه که هیچ اهمیتی نداره. باور کنید ما داریم در سریع‌ترین حالت ممکن میریم. بایک شروع به عذرخواهی کرد. هیچ ایرادی نداره، ما خیلی هم بهتون زحمت دادیم. ولی خب چومین همچنان غار میزد. پس کی میرسیم؟ با این وضعیت اگه بخوایم بریم و برگردیم باید امیدوار باشیم که رهبرمون همچنان زنده باشه. بایک نفس عمیقی کشید و با داد گفت تو این شرایط همه این چیزا عادیه. اسب‌ها دارن همزمان بار میکشن، برای همین یکم کندن. پس به جای غر زدن بیا و تمرین کن که هویتمون رو مخفی نگه داری. ولی ناگهان چومین دید که گواک از درشکه پیاده شد و شروع کرد به کم زدن. ببخشید ولی نمیشه توی دل شب این جاده حرکت کرد. ما باید کم بزنیم. اگه بیشتر بریم ممکنه اسبا خسته بشن و رم کنن. اگه به چومین کارت میزدی خونش در نمیومد. اصلا نمیتونست یه جا بی حرکت بیسته. به چهره شاگرداش نگاه کرد تا یه نقشه بچینه. ولی خب در عرض چند ثانیه همه متوجه شدن که یه نفر داره بهشون نزدیک میشه. شماها کی هستید؟ فکر کردید خیلی راحت میتونید اینجا برای خودتون کم بزنید؟ اینجا دژ ممنوعه ببره. بعد رفت سمت یکی از محافظها. بچه خوشگل، تو از قبیله سیچوانی و تازه معروفی، ولی برای ما فقط یه حشره ای. یالا شمشیرتو غلاف کن. اگه یکم بیشتر بالا بیاریش همتون رو اینجا میکشم. محافظ به زمین افتاد و شمشیرش رو رها کرد. راهزن ادامه داد اگه همه چیزتون رو بدون داد و بیداد تقدیم کنید و بچه های خوبی باشید ولتون میکنیم. اگه برخلافش عمل کنید کاری میکنم که آرزوی مرگ کنید. چومین داد زد آخ جون، شماها راهزن واقعی هستید؟ راهزنها فکر میکردن چومین خالی دیوونه چیزیه. چرا اینقدر خوشحاله؟ جوگل پیشنهاد داد که سریعتر کار این راهزنها رو تموم کنن. ولی خب چومین جلوش گرفت. نه نکنید، تو رو خدا این کارو نکنید. چرا باید به این اسبای باحال آسیب بزنیم؟ راهزنها تعجب کردند. اسبای باحال؟ منظورش چی بود؟ همون موقع بود که چومین با خوشحالی پرید و یه مشت به صورت راهزن کله گنده زد. منظورم این بود با این هیکلتون قراره مثل اسبها خیلی زود ما رو به یانان برسونین. چومین به عشق اون اسبها و عبور از اون مسیر خسته کننده حسابی راهزنا رو لطه کوب کرد و به غلط کردن انداخت. بایک نفسی کشید. ازت خواستم نزنی تو دهنشون، چون الان حتی نمیتونیم بفهمیم چی میگن.
چومین روشو چرخون. تقصیر من چیه؟ خودشون خیلی مقاومت کردن. بایک به چومین خیره شد. به نظر بایک فقط عوضی‌ها بقیه رو به خاطر مقاومت در برابر اموالشون کتک می‌زدن و در نهایت پرسید حالا این همه راهزن رو گرفتیم که باهاشون چیکار کنیم؟ چومین جواب داد بهت که گفتم ازشون به جای اسب استفاده می‌کنیم. بعدم با منت سمت راهزن‌ها گفت خیلی خوششانسید. من به راهزن جماعت رحم نمی‌کنم. چند دقیقه بعد می‌بینیم که چومین ایده‌شو عملی کرد و راهزن‌ها رو به گاری بست. بدوید تنبلا، مگه پاهاتون جون نداره؟ نکنه میخواید بمیرید؟ گواک پرسید جناب شما هیچ مشکلی ندارید که اینجوری بریم یا نه؟ اگه با درشکه‌ای بریم که آدما میکشوننش خیلی توجه جلب میکنیم و یه مشکلی هم داریم، آدمامون زیاد شدن. اگه ازمون درباره اینا پرسیدن چی بگیم؟ چومین جواب داد راستشو میگیم اینا راهزنایین که بهشون رحم کردیم، نیازی نیست دروغ بگیم. بعید میدونم اون کاخنشینا این راهزنا رو آدم حساب کنن و میگیم فرمانده تجاریمون به جای من همچین تصمیمی گرفته و به جون این دزدا رحم کرده. بعد ادامه داد عالی نیست، اینا دارن به ما سواری میدن و شبم مثل کلفت خوب برامون کمپ میزنن. کار دیگه ای هم باشه میندازیم گردن اینا. به نظر خودشونم راضین. ولی اگه شما با این ایدم حال نمی کنید، وقتی به یانان نزدیک بشیم اینا رو توی یه قبری چیزی چال میکنیم. راهزنا از تعجب و ترس ماتشون برد. ما مثل اسب درشکه کشی میکنیم، ما همه کار میکنیم فرمانده، لطفاً ما رو نکش ای رئیس، ای بودا. گواک از اینکه این شکلی صداش کنن خوشش اومد. بسیار خوب، فعلا با خودمون میبریمشون. چومین تشکر کرد و بعد دوباره راهزنا رو تهدید کرد که سریعتر راه برن. اگه شما اینقدر نخاله و کندید اصلا برای چی راهزن شدید؟ تا وقتی به یانان نرسیم حتی فکر این که باهاتون مثل آدم رفتار بشه هم نکنید. یون جونگ به بای گفت چقدر الان چومین مهربون شده. اگه قبلا بود الان هیچ کدوم از این راهزنا دست و پا نداشتن. بایک با تأسف سر تکون داد. نه، دست و پاشون رو میگرفت و بعد مجبورشون میکرد تو همون وضعیت درشک سواری بدن. اما حرف یو از همه بیشتر به واقعیت نزدیکتر بود. نه بچه ها، دارید اشتباه میکنید. دست و پاشون رو میگرفت، سرشون رو خورد میکرد و مجبورشون میکرد درشک سواری کنن. چومین تا خود شب به تحقیر راهزن‌ها ادامه داد. شماها چطور جرأت میکنید غذا بخورید؟ برید مثل یه اسب خوب علفتون رو بخورید، نکنه داره بهتون خوش میگذره. راهزن‌ها حسابی به گریه افتاده بودن. معلوم نبود چند روزه که به جای آدم تبدیل به اسب شدن. اونا کلی انگیزه برای باند خلافکاریشون داشتن. میخواستن به همه نشون بدن باند پلنگ چقدر میتونه خشن باشه. ولی خب مثل این که اشتباه کردن که تصمیم گرفتن با چومین درگیر بشن. همون موقع چومین جلوی چشمشون جوگیل رو به درشکه پرتاب کرد. چرا هیچ تغییری نمی کنی؟ یلا تمرین کن، سخت‌تر. و بعد نوبت به همه شاگرداش رسید و سخت‌ترین تمرین‌ها رو بهشون میداد. بعدم گفت خب شما یه استراحت کوتاه داشته باشید تا من برم دستشویی. یون جونگ که دیگه حسابی از سختی تمرین‌ها غش کرده بود میگفت یعنی دیگه چقدر مونده که به یانان برسیم. روز بعد رزمیکارهای خسته داستان بالاخره به کوه یانان رسیدن. چقدر قابل تعجب، یانان اصلا کوه داشت؟ بی خود نبود که حکومت هیچ علاقه‌ای به رسیدگی به یانان نداشت. اینجا همش سنگ بود، حتی کاخ‌ها هم مالی نبودن. بایک گفت اینقدر شنیده بودیم اینجا کاخ نشینن، فکر میکردیم به محض رد شدن از مرز بیان و بازرسیمون کنن. گواک پوزخند زد. امکان نداره حکومت بتونه کل این منطقه رو بازرسی کنه. اینجا نهایت به عنوان تجارتگاه چایی اهمیت داشته باشه. گاهی هم مردم اونجا گشت میزنن ولی نه اینکه اهمیت داشته باشه. چومین گفت چقدر از زدن این حرفا مضطرب به نظر میرسی. گواک جواب داد باید حواسمون رو جمع کنیم. نفوذی های اینجا خیلی زیادن. به عبارت دیگه هر کسی اینجاست میتونه جاسوس باشه، حتی کشاورزهای اینجا. اینکه ما به یانان ورود کردیم مطمئنم تا الان 1000 بار به گوش کاخ رسیده. بایک نگاهی به بیرون انداخت. مثل اینکه اوضاع مردم اینجا خوب نیست.
از لباسا و اعضای بدنشون مشخصه که سوء تغذیه دارن. گواک تایید کرد یانان هیچ وقت به تولید غذا معروف نبوده. اون زمین‌های پلکانی رو می‌بینید؟ اون تنها مدل کشاورزی اینجاست، چون کشاورزی توی این منطقه خیلی کمه. اگه این کشاورزای بیچاره نتونن تجارت کافی انجام بدن، از گرسنگی میمیرن. درسته که گفتم مردم ناحیه غربی از این ناحیه صادرات انجام میدن، ولی راستشو بخوای اونا هم اونقدر خریدار نیستن. چیزی که اونا میپسندن زمین تا آسمون با تولیدات ضعیف اینجا فاصله داره. مشخص بود که قطع کردن تجارت باریکی که بین این منطقه و نواحی فقیرنشین وجود داشت میتونست برای یانان کشنده باشه، چون تنها تجارت چای کالای اصلی زندگی هیچ مردمی نیست. بایک به حرف اومد باید ازت تشکر کنم که داریم سالم میرسیم. بالاخره به ورودی مینگ رسیدن. ورودی اونجا بیشتر شبیه یه روستای کوچیک بود تا یه شهر پر جمعیت. گواک گفت توی یانان چیزی به اسم دیوارای بلند، شهر و دشتای مرکزی وجود نداره. چومین از گواک برای رسوندنش تشکر کرد و گواک اونجا رو ترک کرد. بعد به راهزنه گفت حالا با شما چی کار کنم؟ اونا تا جایی که میتونستن قیافه مظلوما رو گرفتن تا دل چومین به رحم بیاد من نکشتشون. بایک پیشنهاد کرد بهتر نیست بذاریم برن؟ بالاخره یه خطایی مرتکب شدن و خب تاوانش هم که دادن. راهزنا شروع کردن سجده. ممنونم قول میدیم عوض بشیم. ولی چومین در یه حرکت غیر منتظره اونا رو یه بار دیگه کشید بالا و با یه تکنیک پرتشون کرد. الان میذارم برید، میتونید برید و اینجا یکم بچرخید، ولی اگه حواستون نباشه حسابتون رو میرسم. من روی شما یه علامت گذاشتم که اگه آدم نشید این علامت کاری میکنه دیگه نتونید از هنرهای رزمی استفاده کنید. ولی بعد بایک گفت راستش فکر این که بدون اینا چجوری برگردیم رو نکردم. بعد نفسی کشید. همگی خوب گوش کنید. از این لحظه به بعد ما تاجرای مرکز صلحیم. نباید هیچ نشونه ای بدید که ما شاگردای کوهستان هواییم. و به عنوان نصیحت بعدی میخوام بهتون بگم قبل از انجام هر کاری خوب فکر کنید. چومین صداش در اومد. ول کن دیگه، خودت بیشتر به این نصیحت‌ها نیاز داری حرف مفت میزنی. هیچ کس به حرفات گوش نمیده. بایک و چومین حسابی بحثشون شد. بایک گفت تو خودت اینجا درد سرسازترینی. همه این حرفو تایید کردن. بالاخره بعد از کلی کشمکش دروازه مینگو باز کردن. صحنه‌ای که جلوشون بود باور نکردنی بود. این چیه؟ شهر مینگ رسما خراب است. اوضاع اونجا خیلی بد بود. انگار یه بیماری واگیردار پیدا شده بود و همه رو کشته بود. اون شهر کاملا شبیه یه شهر مرده بود. اونا اصلا احتمال نمیدادن که شهر مینگ به این معروفی همچین وضعیتی داشته باشه. جوگیل با تعجب گفت میدونستم از وقتی تجارت چای قطع شده اوضاع بد شده، اما نه اینقدر. علاوه بر اون مثل اینکه خشکسالی هم اتفاق افتاده. بایک گفت بی خیال این حرفا، بیایید از هم جدا شیم تا هر کدوم راحت‌تر بتونیم امپراتوری رو پیدا کنیم. ارشدیو تو استثناءً همراه چومین باش تا دردسر درست نکنه. چومین خوب میدونست مردم اون شهر توی آستانه نابودی هستن. مینگ یه زمانی قلب یانان بود. حالا فرض کنید چه بلایی سر بقیه نواحی قلمرو اومده. چومین و یو وارد چایخانه شدن. یو گفت از چشمات دارم میخونم چرا وقتی بقیه شاگردا دارن دنبال کاخ سلطنتی میگردن من با کوچیکترین شاگردام دارم چای میخورم. چومین بلند شد. من میرم همه جا رو سرک بکشم. یو خودشو زد به کوچ علی چپ. میخوای بازم برات چای بریزم؟ چومین نقشه دیگه ای داشت. آقای گارسون برامون چای بیار و بعد لطفاً ببین این سنگدانه سلطنتی رو میشناسی؟ مرد با گیجی به نقاشی که تو دست چومین بود نگاه کرد. آقا من مدت‌ها از گیاهای چای این منطقه رو پرورش میدم و صادر میکنم، ولی تا حالا همچین گیاهی ندیدم. بعد چونه‌شو خاروند. میتونم از یکی دیگه از همکارام بپرسم، ولی بعید میدونم چای و تنقلات اینجا براتون کافی باشه. چومین بلافاصله فهمید اون مرد دنبال رشوه میگرده. لطفاً برامون غذا هم سرو کنید. وقتی مرد دور شد چومین آروم به یو گفت
از اولش هم قصد رشوه گرفتن داشت. اینجا جایی نیست که الکی بتونی اطلاعات پیدا کنی. اینجا همه چیز پولیه. از اون طرف قلمرو جوگیل حسابی کلافه شده بود. هیچ کس بهش اطلاعاتی درباره سنگدانه سلطنتی نداده بود. دیگه کم کم داشت فکر میکرد باید تو همون سیچوان در موردش تحقیق میکرد. یه فقیر لباسشو کشید. جوگیل متأثر شد. همه کسایی که اونجا بودن خیلی بیروح به نظر میرسیدن و هرچی وارد شهر میشدی اوضاع بدتر میشد. تعجبی نداشت که اطلاعات درست حسابی پیدا نشه. باید یه فکر دیگه‌ای پیدا میکرد. در سمت دیگه‌ای یون جونگ که حسابی متأثر شده بود تصمیم گرفته بود آذوقه‌شو به بچه‌ها ببخشه، ولی بعد با سیلی از بچه‌های گرسنه مواجه شده بود. با التماس گفت اگه لباسمو نکشید قول میدم که براتون بیشترم بخرم. تو رو خدا فشارم ندید. بچه‌ها وحشیانه غذا می‌خوردن، انگار که سال‌هاست غذا ندیدن. جوگیل بهش نزدیک شد. حداقل باید بعد از گرفتن این همه غذا ازت تشکر می‌کردن. اما یون جونگ خیلی مهربان بود. لازم نیست. اونا تو شرایطی نبودن که بتونن فکر کنن. فقط وقتی شکم سیر باشه ادب پیدا میشه. این تفلکی‌های قحطی زده چی سرشون میشه آخه؟ پس سرزنششون نکن. بعضیاشون حتی مامان بابا هم ندارن. همون موقع 2 بچه با هم دعواشون شد. اون نون مال منه، پسش بده. درگیری بالا گرفت. یهو سر کله یه بزرگتر پیدا شد. دسته یکی از بچه‌ها رو گرفت. تو شهر مینگ کسی غذا تقسیم نمیکنه. اون خیلی جدی میخواست دست پسر بچه‌ی تفلک رو قطع کنه. یون جونگ کشیدش کنار. چی کار میکنی آقا؟ اون تفلکی‌ها غذا نزدوزیدن، من براشون خریدم. یون جونگ اون مردو کله پا کرد. چطور میتونی قبل از اینکه بفهمی واقعا چه خبره رو بچه دست بلند کنی؟ تو اصلا بزرگسالی؟ مرد خودشو جمع کرد. ببخشید آقا، من فکر کردم اونا دزدی کردن، چون توی این شهر هیچ کس غذاشو با بقیه تقسیم نمیکنه. یون جونگ پرید سمت بچه. حالت خوبه؟ پسر بیچاره با ناراحتی گفت من خوبم. نونم تیکه تیکه شد. برای خانوادم نگه داشته بودم. یون جونگ لبخند زد. نگران نباش، یکی دیگه برات میخرم. جوگیل از دیدن این صحنه حسابی متأثر شد. به نظر میرسید یون جونگ یه تاویست واقعیه. یون جونگ دستش رو به جوگیل دراز کرد. یکم پول بده، هرچی داشتم و خرج کردم. جوگیل تعجب کرد. چی میگی یون جونگ؟ تو بازم پول میخوای؟ من که نمیتونم همه پولمو خرج کنم. موقع برگشتن چیکار کنیم؟ یون جونگ گفت تو پسر بچه پولداری هستی. وقتی برگردی میتونی بازم پول بخوای. ولی این بدبختای گرسنه چی؟ در نهایت جوگیل و یون جونگ غذای بیشتری خریدن و بین بچه‌ها تقسیم کردن. به بچه‌ها هر تعدادی که بود غذا میدادن. در آخر به یه عده از بچه‌ها غذا نرسید. اونا به طرز غمگینی بالغانه رفتار میکردن، چون اونا ذاتاً گدا نبودن، فقط گرسنه بودن. اشکاشون رو قورت دادن و راهشون رو کج کردن که برن. یون جونگ به جوگیل گفت برو بازم غذا بخر. جوگیل جواب داد من همه پولامو حتی برای پولای اضطراری خرج کردم. یون جونگ بغض کرد. بیا این شمشیر رو بگیر و غذای بیشتری بخر. و همینجا این قسمت به پایان میرسه. چه قسمت خفنی بود. یانان بسیار عجیبه. یعنی تو این همه سکوت ممکنه افرادی پیدا بشن که شرور باشن و جلوی چومین و بقیه افرادشو بگیرن. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. رفقا یادتون نره که از الان فصل دوم تموم شده و وارد فصل سوم شدیم و از قسمت بعدی وارد پخش هفتگی میشیم. تا قسمت بعدی بدرود.